جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. یک پیاله چای. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که سرشار از آرامش است، طرفدار سرسبزی و دانش است، خدایی که از بوی گل بهتر است و از نور باران صمیمی تر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صد سلام بر بهترین مردم دنیا. درود بر شما خوبان نیک سرشت تاجیکستان. و البته یک سلام مخصوص داریم برای همه دانش آموزان و دانشجویان خوبی وطن. و اما سلام به چهره های شاد و خندان، به شکوفه های باغ دانش، به آینده سازان خاک پربار میهن. سلام صنف یکی های نازنین. به یک پیاله چای خوش آمدید. اولی هر کار به نام ایزدی دانا و این شیرین ترین دانه علم است که معلم در ابتدایی ترین لحظه های تعلیم در جان شاگردانش می نهد. معلم روی تخته سیاه می نویسد: آ مثل آب و روشنایی و خلوص از میان انگشتانش می چکد و قطره قطره روی ذهنها تهنشین می شود. شاگردان در دفترشان می نویسند: آ مثل آبادانی، آزادی، آرامش و جانشان پر می شود از برگ‌های رنگی درختان پاییزی، از نرمی بال پرندگان مهاجر، از نمناکی آرام بخش باران. بوی بهار است، اما نه بهار طبیعت که بهار تراوت جان، بهار دانش، حیات دوباره روح، فرارسیدن بهار دانش مبارک. من آریا سهراب، صدابردار و تدوینگر برنامه هستم. یک پیاله چای کار است از بخش فرهنگ و اجتماعی رادیو مهر. و من هم مدینه حیدرزاده، نویسنده و تهیه کننده یک پیاله چای. صدای ما را میشنوید از رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. دوستان و همدیاران مهربان، پیشاپیش 1 سپتامبر روز دانش را به تمام شما و همچنین همه معلمان و دانش آموزان و تمام کسانی که برای رشد و تعالی علمی کشورمان تلاش میکنند تبریک و مبارکباد میگوییم و امیدواریم سال تحصیلی پر افتخار را آغاز کنید.
به شوق گشایش درهای دانایی، با قدم‌های کودکی راه مکتب را طی می‌کنم. بارها روز 1 سپتامبر را به یاد آورده‌ام. هنوز عطر شاخ گلی که به دستم دادند در فضای خاطرم می‌پیچد و مغرور آن کلامم که ورود مرا به مکتب خوش آمد گفت. یادش بخیر صدای زنگ مکتب و شوری که در دلم برپا می‌کرد. بیتاب پاسخ به پرسش معلم، هیجان بهای 5 و اشتیاق شنیدن آفرین از زبان او. مکتب فرصت بزرگی فهمیدن بود که در آن روح قد می‌کشید و بزرگ می‌شد. اصلاً پی بردن به معنای زندگی، راز زیستن و قانون حیات زیر سقف مکتب به دست می آید. بنای محبوب آن همیشه آباد. آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن تا مقصدی بزرگ شدن بر همه دانش آموزان عزیز مبارک. دوستان و شنوندگان مهربان، ما قصد داریم تا در این برنامه تنها درباره یک موضوع گپ زنیم و آن این که علم بهتر است یا ثروت. چه خوب می شود که شما شنونده عزیز هم نظر خود را زیر همین فایل کامنت کنید تا بیشتر با هم در ارتباط باشیم. و اما علم بهتر است یا ثروت؟ السلام علیکم شنوندگان محترمی برنامه یک پیاله چای. من امید جان کریموف میخواهیم بدانیم نظر مردم را درباره علم بهتر است یا ثروت. به نظر من علم بهتر است چون ارزش معنوی بالایی دارد. علم چیزی است که اگر انسان داشته باشد تمام نمی شود، ولی ثروت بالاخره یک روز نه یک روز تمام می شود. به نظر من ثروت بهتر، چون که انسان که ثروتمند باشد میتواند با پول و مالش در بهترین جاها سرمایه گذاری کند و دنبال علم هم شود و یا با استفاده آن مسجد سازد، کارهای خیر کند و یا دیگران را دستگیری کند. من فکر میکنم این بهتر است و خودم هم سعی میکنم که همیشه به دنبال علم آموزی باشم. به نظرم اگر بخوایم کسی را بشناسیم و یا حتی بعد از مرگش هم به یاد بیاوریم بگوییم او یک دانشمند بود، بهتر باشد تا اینکه بگویند او یک ثروتمند بود. با تشکر از دوستان و همشهریان نازنین و همچنین خبرنگار برنامه امید جان کریموف. همیشه از بچگی این سخن و این پرسش را شنیده ایم و باور داریم که علم بهتر و ارزشمندتر از ثروت است. بسیار جالب است که حتی آن کسی که ثروت را بهتر می‌دانستند گفتند ثروت زمانی خوب است که در خدمت دانش و کارهای خیر قرار گیرد. علم بهتر است زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد. علم بهتر است زیرا علم تو را حفظ میکند ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی. علم بهتر است زیرا برای شخص عالم دوستان بسیار است ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار. علم بهتر است زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می شود ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می شود. علم بهتر است زیرا کسی که علم و دانش بیاموزد و به کار برد خود به خود ثروت نیز به دنبالش می آید.
علم بهتر است، زیرا ممکن است مال را بدزدند، اما ترس و وحشت از دزدیده شدن علم وجود ندارد. علم بهتر است، زیرا مال به مرور زمان کهنه می شود، اما علم هرچی زمان بر آن بگذرد پوسیده نخواهد شد. علم بهتر است، زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می کنند. علم بهتر است. فرض کند کسی علم و دانش ندارد ولی صاحب 1 میلیارد دلار پول باشد. در این صورت احتمال از بین رفتن مال در راه‌های نادرست خیلی بسیار است. اما در عوض اگر صاحب مال از علم و دانش مناسب برخوردار باشد، بهتر میتواند سرمایه‌اش را مدیریت کند و از تلف شدن و نابودیش پیشگیری میکند. علم بهتر است، زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل میکنند، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان میشود. بار دیگر 1 سپتامبر روز دانش را به همه دوستداران علم و دانش تبریک میگوییم و امیدواریم تا در سال تحصیلی نو نور علم قلب و زندگی هر یک از ما و شما عزیزان را روشن سازد تا آینده درخشان و موفق در انتظار سرزمینمان تاجیکستان باشد. باریلاها به سوی تو آمدم تا دریابیم در این بی سر و سامان بازار دنیا. به سوی تو آمدم تا از تو مدد جویم، یاری طلبم و بخواهم که مرا به خود وا نگذاری، که من پوچم به تو. اکنون که در آستانه شروع سال درسی هستیم، از تو میخواهم مرا یاری کنی تا در مسیری قدم بردارم که مروج علم و آیین تو باشم. یاریم کن تا همواره در آموختن حریص باشم و در ترویج آموخته هایم سخی. یاریم ده تا بیاموزم آنچه را تو میپسندی و دوری جویم از آنچه ناپسندی توست. کمکم کن قلم که در دست میگیرم به یاد تو باشم و آنچه مینگارم مورد رضای تو باشد. بر صفحه تاریک دلم با قلم الهیت نقشی بزن که تا زنده ام به اینکه موجود مفید فایده در هستی به پایانت بوده ام به خود ببالم. در این ایام تحصیل از مهر بیکران خویش باز هم به من ببخش و این آغاز دوباره را برایم آغازی مبارک رقم زن. به لطف و کرمت یا ارحم الراحمین. تا برنامه و گفتگوی دیگر، خدا نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org